تا حالا با دستای خودت یه نفر رو دشمن همیشگیت کردی؟ فکر کردی قدرت یعنی همیشه روبرو بجنگی؟ اما قانون سایه ها اینو نمیگه. ماکیاولی میگه گاهی قوی ترین کار اینه که دشمن رو دشمن مطلق نکنی، بلکه کنارش نگه داری. یه سایه میتونه مفیدتر از یه شمشیر باشه. روزی یه شیر جوان وقتی دشمن زخمیشو تو جنگ دید، به جای ضربه آخر براش یه کاسه آب گذاشت. فردا همون دشمن شد خبرچین قبیله و هیچ کس نفهمید چرا شیرها همیشه یه قدم جلوترن. همه دنبال حذف دشمنن. فقط قوی‌ها بلدن دشمن رو مدیریت کنن، نه نابود. تو تا حالا تونستی یه دشمن رو تبدیل به متحد کنی؟ یا هنوزم از سایه ها فرار میکنی؟ داستانتو کامنت کن، پست رو ذخیره کن، چون یه روز این قانون نجاتت میده.